نمایندگان وزارت نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند از روز 21 نوامبر ماشین‌های بارکش تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند بدون اجازتنامه از حدود کشورهای همدیگر عبور کنند. با گفته همصحبت ما در وزارت نقلیات، این کار پس از انجام رسمیات داخلی دولتی از سوی دو کشور انجام شد. جانب ازبکستان درباره بیکار شدن رخصتنامه با تاجیکستان هنوز رسما خبر نداده است، اما پارلمان این کشور هنوز ماه سپتامبر امسال سازشنامه درباره بیکار شدن رخصتنامه با تاجیکستان را تصویب کرده بود. سند مذکور ماه اپریل امسال در دوشنبه امضا شده است. به نوشته سامانه وزارت نقلیات تاجیکستان، بر اساس این سند عبور ترانزیتی واسطه‌های نقلیات بارکش توسط قلمرو هر دو دولت به رخصتنامه عملی کرده خواهد شد. گرفتن رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارجه با واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در ماه‌های اخیر بحث برانگیخت و این بخش را ناشفاف جلوه داد. با عملی شدن سند نو مقامات گفتند دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. ماه ینور امسال ده‌ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده از مشکل دریافت رخصتنامه شکایت کرده بودند. رانندگان آن زمان می گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، مشکل گرفتن رخصتنامه مانع سفر شده است. وزیر نقلیات تاجیکستان گفته بود که سند را از ازبکستان می گیرند، نه اینکه خودشان نشر و پهن می کنند. ازبکستان در طول 6 سال اخیر به یکی از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان تبدیل شده است. میان دو کشور 13 گذرگاه است. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.